سلام بچه ها، رضا هستم. امروز هم با یه ویدیوی آموزنده اومدم شدیم. خب بچه ها، امروز میخوام آموزش بدم به چگونه یک برنامه رو دانلود کنید که با آن برنامه درایور مجازی بسازید. خب میاید تو گوگل، خب سرچ میکنید دانلود برنامه درایور مجاز. سایت اول، سایت صف 98 انتخابش میکنید. خب میایم پایین، اینجا برنامه های زیادی هست ولی من پیشنهادم این برنامه است. برنامه خیلی خوبیه. ادامه مطلب رو میزنیم، میایم پایین، اینو انتخاب میکنیم، پسورد رو کپی میکنیم، چند لحظه صبر میکنیم تا فایل دانلود شه. الان دانلود میشه بچه ها. بعد از دانلود شد انتخابش کنید. اشتباهش کرد، اشتباه انتخابش کرد. اینها بچه، اینه بچه، انتخابش میکنم، بازش میکنم. حالا گوشه دوم ستاره باشه باز میکنم. حالا اینجا پسوردی که قبلا کپی کردم و اینجا پیست میکنم، میزنم، مثلا نصب میکنیم. خب اینجا اینو میزنیم، اینجا تیکه همه تیکه باید رو بزنیم. نکس نمیدونم. خب نکس. الان چند لحظه صبر میکنید تا نصب شه. اینجا چند دقیقه طول میکشه، بذار نکنیم. خب بچه بعضی وقتا این پر میشه و برنامه هم دانلود میشه. تو میتونی پیداش کنیم، منظورم. ولی این پر شده از اونجا نمیره. خب ما الان اگه برنامه رو باز کنیم بالا میاد، ببینید بالا میاد. وقتی مال شما هم اینطوری شد مثل مال من، خب بزنید بگه. ولی اگه دسکتاپ نیومد و همینجا موند، یه چند دقیقه واسدین، کلا همینطوریه. خب بچه، آموزش استفادهش هم خیلی راحته. میاد اینجا چند تا که درایو مجاز لازم دارید و انتخاب میکنید. حالا من یه دونه میزنم، اوکی میزنید. حالا یه دونه درایو مجاز تو دیسپیسی شما اضافه شد، ایناش. و اگه بخواید اینو پاکش کنید، میاد اینجا همون قسمت اولی رو انتخاب میکنید، اوکی میزنید. تمام، الان اون درایو مجازی از اونجا پاک شد. خب بچه ها، اینم از آموزش امروز و امیدوارم به کارتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره و کانال ما رو حمایت کنید. خدا نگهدار.